سلام رفقا، حالتون چطور است؟ منم رسین و خوش اومدیم به این ویدیو و اومدم تو این ویدیو بریم سراغ این که بهتون 5 تا انیمه ژانر هارم رو معرفی کنم. بله خب بالاخره یه سریا ژانر رمانس دوست دارم، یه سریا ژانر چه میدونم اکشن دوست دارم و یه سری هم ژانر هارم و واقعا باورم نمیشه چرا دارم این ویدیو رو میسازم. ولی خب اگه نمیدونین ژانر هارم چیه یه توضیح ریز بدم. ژانر یه جورای هم خانواده، اگه ادبیات خونده باشین میشه هم خانواده کلمه حرمسرا، که وقتی یه حالا پسر یا دختری توسط چند تا جنس مخالف خودش توی یه شرایطی قرار میگیره، حالا شرایطش نمیشه زیاد نام برد ولی در اون شرایط بهش میگن هارم. و خب بریم 5 تا از انیمه های اینجوری رو بهتون معرفی کنم و بدون اتلاف وقت بریم سراغ ادامه ویدیو. برو بریم. و اما انیمه ای که رتبه 5 لیست ما رو گرفته انیمه نیست جز روزاریو ومپایر. خب آقا این انیمه در مورد چیه؟ یه پسری، خب حالا اسمش رو نمیگم، به لطف پدر و مادر خسیس و این تنگ دست که نه خسیس خودش میره توی آکادمی یوکای ثبت نام میکنه. خب این از اینجا. اما تو این آکادمی چه خبره؟ تو این آکادمی یه مدرسه، این آکادمی یه مدرسه است برای بچه هایی که قدرت های ماورالطبیعه دارن، مثل بچه های گرگینه، خوناشان و از اینجور افراد. ولی این پسر خوشگل ما در جمع آکاشیکا موکا و بقیه دخترهای هیولاها قرار میگیره و اون رو به عنوان یه دوست خوب میدونن اون دخترها و خب اون تنها انسان داخل اون آکادمیه و خب الان توی یه گروه تحت زبونم گرفت و الان تحت حمایت یک گروه دختران زیباروی و هیولا قرار داره و خب این چیز بدی نیست، حتی به غلط. مثلا حرکاتی که توی زیبا، جمع‌ها عالی دوست دارین، عالی زیباست. چه چیزی دفاع از این؟ بله، نه تنها دفاع میکنم، لذت میبرم. حتی به غلط. کی تعیین میکنه اصلا درست و غلط چیه؟ بریم شماره بعدی. انیمه شماره 4 یعنی نیسکوی. خب آقا داستان نماد راکویچی جوه که دانش آموز سال اول دبیرستان بونیاریه و خب این شخص توی یه خانواده ترسناک یاکوزا به دنیا آمده و همونطور که میدونین یاکوزا حکم چیو داره. و خب حالا این راکو خان ما 10 سال پیش به یکی از دوستاش قولی داده بود که باید به اون قول عمل کنه و خب وقتی میخواد عمل کنه باید یه آویزی، یه قفلی چیزی رو وا کنه. خب و خب این قفل با چی وا میشه؟ با کلید. آفرین به شما که فهمیدی. و کلید دست کیه؟ کلید دست اون دختر است که 10 سال پیش جدا شدن و خب این باید بره دنبال اون کلید و چونم از اینجور میزیا در بیاره و خب در راه اتفاقات عجیبی رخ میده و خب باید بریم انیمه رو ببینیم تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ میده. بریم سراغ انیمه بعدی. انیمه شماره 3 زیرو نو سوکایما. آقا یه شخصی به نام لوئیس فرانسو، یه جادوگر کاملا خودشیفته و خودپسند و اینجوریه و خب ایشون توی دنیایی از چیزای سلطنتی، افراد سلطنتی، چه میدونم جادوگرای با چوب دستی، چه میدونم اشخاص با شنل و از اینجور داستاناست. و اگرچه اون توی آکادمی تریسترین تحصیل میکنه که این آکادمی یه مدرسه برای شعبده بازاست و کاملا هم معتبر در سطح جهانی و مدرکشون رو از نمیدونم کجا گرفتن. خلاصه این بنده خدا یه مشکل اساسی داره، اینه که نمیتونه درست جادو کنه، بلد نیست درست حسابی جادو کنه و به همین دلیل نام لوئیس زیرو رو از همه همکلاسیاش دریافت میکنه و خب وقتی روی یکی همچین لقبی بزنن خیلی ناراحت میشه و خب خلاصه همین دیگه. زیادی براتون تعریف نمیکنم روتون زیاد نشه. بریم سراغ شماره 2. انیمه شماره 2 که این انیمه توی یه لیست دیگه از انیمه‌ای که بهتون معرفی کردم بوده. ای کلکان ندیدید ویدیو رو، پس همین الان کارتش این بالا میاد، برید و ویدیو رو ببینید. چند تا انیمه‌های عاشقانه و تو اون این انیمه معرفی شده. انیمه ای نیست جز انیمه دیت لایو. آقا داستانش اونجا تعریف کردم، اینجا هم برای اون دوستانی که نرفتن اون ویدیو رو ببینن و
من موندم چرا نرفتن ببینن. خلاصه داستان رو برای اونا تعریف میکنم. داستان از این قراره که یه پسری به نام شیدو وجود داره که آقا جان این مأمور چیه؟ مأمور اینی که بره یه سری دختر روح تا سره رو نجات بده که اونا نزن دنیا رو بپکنن. و اینا چجوری نجات پیدا میکنن و چجوری قدرتشون محروم میشه و اینا؟ اینه که این پسره باید ماچشون کنه. ماچ منظورم از این ماچ از اون هست، از همون هست. و خب و این آقا پسر بعد اینکه اون عزیزان رو ماچ میکنه، این دختران زیبای روی لخ میشن و خب به در هر کسی نمیخوره این انیمه، پس سعی نکنید نگاه کنید اگه جنبشو ندارید. و خلاصه که انیمه قشنگی بود، من دیدم، اینجوری به نگاه نکنید. خب بریم سراغ شماره 1 و شماره آخر و میتونم بگم رد بالای لیست انیمه های هارم ما. یعنی انیمه ای نیست جز خدای ژانر هارم و خدای ژانر ایچی. یعنی فکر کنم دیگه فهمیدین. های اسکول DxD. خب آقا از اونجایی که من میدونم همتون داستان این های اسکول DxD رو میدونین چیه، زیاد توضیح نمیدم. و خب این انیمه بسیار مبارک و بسیار آموزنده در سبک زندگی و کلا انیمه مناسب برای تمام سنین و مناسب برای اینکه با خانواده بشینین ببینین. و نمیدونم چرا این انیمه تو لیست ما جا داره، لعنت بهش. خلاصه آقا داستان در مورد یه پسری به نام ایسی یا ایسایه که این شخص دبیرستانی آنقدر منحرف تشریف داره که آن مرد کچه رو در جیب خود قرار داده. و خب در جیب خود که چه عرض کنم دیگه، کلن رد کرده، از اون حد گذاشته. و خب این فرد هیچ کار مفیدی تو زندگیش انجام نده، یعنی عملا یه ضرر مالی بزرگ به جامعه و به خانواده خودش. خلاصه اون فقط تنها کاری که در روز انجام میده اینه که میره تو مدرسه به این دختر مختارا نگاه میکنه، چون هم لباس عوض میکنه، تو سوراخ دیوار این تو رو میبینه و از اینجور دلقک بازی ها در میاره. و خب این حتی توی اون سایت مبارک هم قفل حرکاتش. و خب خلاصه این آقا آرزو داره یه حرم سرای بر خودش واکنه و امیدوارم هیچ وقت به این آرزوت نرسید لعنتی. و خب این بود از 5 انیمه سبک هارم و واقعا هنوز باور نمیشه چرا این ایده ساخت این ویدیو به ذهنم رسید. ولی خب حمایت کنید دیگه، دمتون گرم بابت تمام حمایتاتون. توی کامنت ها اگه انیمه هارم دیگه میشناسین بنویسین حتما. و خب دیگه هیچی، تا ویدیوی بعدی منتظر باشین. سابسکرایب، زنگوله، لایک و اینستاگرام و دیسکوردمون هم فراموش نشه، لینک همشون توی دیسکریپشن هست. ولی سابسکرایب تو دیسکریپشن نیست، سابسکرایب دکمهش پایینه. لایک هم بزنید، زنگوله هم بزنید و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدافظ.